سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. ما اومدیم داخل این ویدیو دوستم برام یه پک فرستاده که ببینیم برام چه پکی فرستاده. ما اومدیم این پک رو با شما واکنیم. ممکنه کارتای فوتبالی باشه، ممکنه چیزای دیگه ای باشه، ممکنه اسباب بازی باشه، یا حالا نمیدونم. بریم با هم بازش کنیم. حالا چیز اولمون یه دونه جای خلل دندونه که ببینیم داخلش چیا داره. اولی یه دونه جای پاک کنه که اینجوریه. یه دونه ماشین پرنده داره اینجوری. بقیه هم تیر تفنگ ساچمه‌ای و ترقیه. حالا یه دونه دوتا کارت بازی داریم ما. حالا میبینید که خب یه دونه کارت فوتبالیه و یه دونه هم پاسوره که من خیلی پاسور دوست داشتم من نداشتم. چیه؟ اینو واقعا ندیده بودم. هنسفری تور میخوره بهش. آره هنسفریه، واقعا دوستم رفته برام هنسفری خریده. واقعا کارت فوتبالی کوچیک و فرفره داره میچرخه. یه دونه شناسنامه هم داده. شناسنامه که نیست، شناسنامه طور وسایل فکر کنم داخلش گذاشته. کارت تخفیف پارکو داده. اینم یه کاغذ خالیه. خب بچه ها، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کامنت انگلیسی بزنید که سابتون نپره. برای یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. اسلیپ.